میبینی هاریکا هنوز پیداش نشده. خوبه حالا امروز تعطیلیم وگرنه بدون ماشین میموندم. اینم از قهوه ها. مگه شماها ممنون کلاس عزیزم. نداشتین؟ چرا نرفتی؟ نه عمه جون، کلاسمون آنلاین بود. خب پس عمه سرعیه کوواسه اونم درست کردم. یه مدت به اون کار نداشته باشی. نصاب نداره. توی اتاقش یکم استراحت کنه، شاید عقلش بیاد سر جاش. اومد ساجده اومد. خودمم اومدم، عقلمم سر جاش اومد. آیا آبجی سوختم به خدا. زرم بیرونه؟ نه اتاقشه. خب صداش کنین اونم بیاد. من صداش میکنم. آبجی بگو دیگه، فکرم همش یه خورده اونجاست. صبر کن ساجده، الان میفهمی. خیر باشه سرعی خانم، حالا راجبه چی هست؟ خیره. عمه چی شده؟ خوبی؟ عزیزم بیا اینجا بشین. شرایط منو همتون خیلی خوب میدونین. شما هم دارین با من زندگی میکنین. اوف، نمیخوام تفره برم. آره علنا قاطی کردم. نگو آبجی جون نگو. اینو که قبل از همه تو گفتی ساجده، حقم داشتی. قاطی کردم، دیوونه شدم، ذهنم به هم ریخت، خونم از دستم رفت، یهو هر چی داشتم از دست دادم. عمه جون بهتر نیست راجبش حرف نزنیم؟ اما یه تصمیمی گرفتم. برای خوب شدن هر کاری بتونم میکنم، اما مسلما نمیتونم این قرض رو صاف کنم. سهمم از این خونه مال عدنان میشه. بهش بگیم بی خودی معطل نشه، هر کاری میخواد بیاد بکنه. خب شما هم یواش یواش خودتون رو جمع و جور کنین. باید خونه رو خالی کنیم دیگه. متوجه این که آبجی جون کجا میتونیم بریم آخه؟ تازه مامانم مگه میتونی از اینجا ببری بیرون؟ وای ساجده، برای همینه که الان بهتون گفتم ذره ذره باید رازیش کنیم دیگه، چاره ای نداریم. عمه یعنی واقعا باید بریم؟ اما تصمیمشو گرفته. خب فرمایشی هم راجع به این که باید کجا بریم دارین یا اینکه ولمون میکنین به امون خدا؟ برداشت من این بوده. آی آیسل تو چرا اینجوری آخه؟ چه ربطی داره؟ من همچین حرفی زدم؟ به هاریکا زنگ بزنین هر جا هست بیاد خونه. باشه. ببینیم با بودجه‌مون کجا رو میتونیم بگیریم.